شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، گفتارمون را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزاتف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. گفتار 38. سرود، بکعن. این کلمه اولی دو معنی دارد: آهنگ، مقام و حالت. افزای آدم، آسایش آدم. هنگامی که برایم آهنگ بینواز گفتن می‌خواهند، کلمه بکعن را به کار می‌برند. هنگامی که احوالت چطور گفتن می‌خواهند، کلمه بکعن را به کار می‌برند. خلاص احوال و سرود در زبان ما به یک کلمه افاده می‌یابند: کتیبه تنبور. زنده را خنجر به خاک تیره یکسان می‌کند، مرده را تنبور جانی تازه احسان می‌کند. کلمه و سخنها را از قلبیر گذرانی سرود می شود. خشم و غضب، نفرت و محبت را از قلبیر گذرانی سرود می شود. واقعات، کار و بار آدمیزاد، تمام حیات را از قلبیر گذرانی سرود می شود. او را خاص یک سرودی تولی متأثر کرده بود. آن سرود سخنی کم داشت، اما تمام دلرباییش در آن بود که چونین نقرات حزن انگیز داشت: ای دی دلالای. ایراشکا سرود را ترجمه کرد شیرمرد از اول به کوه راند برانتو را، چارپا را. آمدن روسها آتش زدن اول را، کشتن جمع مردها، اسیر بردن بیوه ها. شیرمرد از کوه فرو آمد، اول را دید ویران. مادرش نیست، برادرش نیست، خانش به خاک یکسان. فقط یک بیخ درخت مانده است حیران. شیرمرد زیر درخت نشست و گیریست، تنها تو بر این تنها ماند. پس شیرمرد این سرود را بخواند: ای دی دلالای. لیو تولستوی، کزک ها. ای دی دلالای دلالای دلالای. ای سرودهای دلنشین، ای سرودهای غمگین کوهستان، شما کی به دنیا آمدید؟ در کجا و چیسان تولید گشتید؟ از کجا چنین حیرت فیزا و دلربایید؟ کتیبه تنبور. نپنداری که این صفت و صدا از تار می آید، اگر نیکو شناسی از دلی بیمار می آید. کتیبه خنجر. دو شیوه، دو صفت و سرود، دو جنبه، دو تیغی دمان، از باب آزادی ملک، از باب مرگی دشمنان. کتیبه گهواره. نیابی آدم کو را سری گهواره شبها، نخوانده علی مادر، نخوانده بیت روح افزا. کتیبه سنگ راه. راه و ترانه حقی جوان است، راه و ترانه تا جاویدان است. کتیبه سنگی مزار. یاران خاموش بودن تا خواند او ترانه، یا خاموش است اکنون تا دیگران بخوانند. سرودهای قدیم، سرودهای نو، سرودهای سری گهواره، سرودهای تویانه، سرودهای جنگی، سرودهای دراز و کوتاه، سرودهای حزن آور و شفق آور شما را در تمام روی زمین می سرایند. سخنان را همچون دانه های مروارید بر رشته سیمین می کشند. سخنان را همچون میخ سخت گفته جا به جا می کنند. سخنان مثل دانه های اشک زیبا صنم به زودی پدید آمده جاری می شوند و جاری می شوند. سخنان پریده به نشان می رسند، مانند آن که تیری شکاری ماهر به هدف می رسد. سخنان پیچ و تاب خورده کس را به دوری ها هدایت می کنند، مثل پیراهه های کوهستان که عاقبت به آن طرف دنیا می برند. میان مصرع ها گویا کوچه‌ای که در آن خانه محبوبی تو واقع است. میان مصرع ها گویا واتی زمینی پدرت. میان مصرع ها گویا
که ساعت طلوع و ساعت غروب آفتابند که شب را از روز جدا می کنند. سرودهایی برای کاغذ ثبت شده هر خیلی باشد آن را باید سرایند. سرودی که نمی سرایندش همچون مرغ است که پرواز ندارد، همچون دل است که تپیدن ندارد. در کوهستان ما میگویند اگر چوپان سرود نخواند گوسفندان علف نمی خورند، ولی هنگامی که سرود در پشتهای سبز کوهسار تنین انداز می شود، حتی بره های نوزادی هنوز براه ندر آمده هم می چرند، علف می خورند. میزبانی از مهمانش خواهش کرد که به زبان مادری خود سرودی بخواند. مهمان از افتش یا سرود نمی دانست و یا سرودخوانی نمی توانست که گفت در بین خلق ما یگان سرود نیست. اینطور باشد دیدن در کار که خود شما هستید یا نه، خلق بی سرود وجود ندارد. ای دای دلالای دلالا دلالای. سرود کلید است که با آن خزینه های نهانی زبان را می کشاید. ای دلالای. قصه پیدایش سرود را حکایت می کنم. در این باب من کیها شعری نوشتم. اینک آن شعر. خنجر و قاموس. بچه آولی زمان قدیم، آن که در پشت کوه داشت مکان، در بساطش نهال انجیر داشت، در میان داشت خنجری بران. داشت یک بز دولت دنیا، بانی می کرد در چراگاه ها. دختی خان را چو دید او ناگاه، شب به حسن و جمال او شیدا. گرچه او گلنه جسور بود، دختی خان را چو خواستگاری کرد. خان به حال جوان بسا خندید، ادعای بزرگ واری کرد. عجبا آدمی که یک خنجر یک بزی مردنی نما دارد، بزی خود را بیدوشد و گردد. دختی خان را چی مدعا دارد؟ دخترش را سپس به آن داد که هزاران خزینه زر داشت. رمه گوسفندی بسیار، مال دنیا هزار دیگر داشت. بچه بی بیزاعتی اول، سخت از خچر از عالم کاهی. در غضب آمد و بس آشفت، خنجری خیش از نیام کشید. آن یگانه بزی که داشت بکشت، کرد قربان اشک بی فرجام. وان یگانه نهال انجیر را ببرید و دمی بشد آرام. چوب انجیر را بساخت قموز، تا ز سوزی درون صدا بکند. ساختار زیرودهی آن بز، در قموز بست تا صدا بکند. چون بطار قموز بزد ناخن، در اینان فضای میغالود. هوا نوا مثل سوره قرآن، بدل یار راه می پیمود. ناله های شنیده یار آمد، یاری او گشت یاری شیدای. یاری آن کس که داشت در دنیا، خنجر و قموز گویای. هست اندر ستیق میغالود، آول در میانه شاخها. که آویزان بود به دیوارش، قموز پیش خنجری برا. قاموس و خنجر، نبرد و سرود، محبت و شجاعت، تاریخ خلق من. مردم کوهستان این دو چیز را از همه عزیز می دارند. در خانه ها در روی قالین های دیواری این دو گنج مانندی نشان دولتی بالای هم آویزانند. این چیزها را آهسته با احترام و محبت به دست می گیرند، بی سبب هرگز دست نمی رسانند. هنگامی که خنجر را گرفتنی می شوی، شخصی از خودت کلان در پس سرت ایستاده می گوید آهسته تار تنبور را نکنی. هنگامی که تنبور را گرفتنی می شوی، شخصی از خودت کلان می گوید آهسته دستت را می پری. بروی خنجر صورت تنبور را حکاکی می کنند، بروی تنبور صورت خنجر را می کشند. بروی کمربندی سیمینی دختران، بروی زیورهای نقرگین آنان هم قاموز و هم خنجر را به شکلی که در روی قالین‌های دیواری یک جای آویزانند قلم می کنند. وقتی که به نبرد می رفتند، همراه خود هم خنجر را می بردند و هم قاموز را. طاق اعلای خانه خالی و عریان می گشت. در جنگ تنبور چی لازم؟ همین که به تار تنبور ناخن زدی، همین که دست رساندی به پیش چشمانت زادگاهت، اولی عزیزت خانه پدر و مادرت جلوگر می شود. آخر محض
بهر همین جنگیدن لازم است، فقط برای همین جان نثار کردن می ارزد. وقتی که شمشیرها صدا می دهند اولها نزدیک می شوند. می گفتند گاه دلاورها، اما یگان چیز مانند تنبور راه اولهای عزیز را نزدیک نمی کند. ای دی دللی دل دل دللی. محمود در کوههای کرپت می سرید و اما اول عزیزش، کوهستان عزیزش در پهلویش بود. محبوبش مریم هم نزدیک بود. سپس محمود چنین وصیت میکرد: برای گوری من کم خاک ریزید، نگردد خانه گوشم پر از خاک. تواند تا دل و گوشم شنیدن، ز آولها نواهای طربناک. شما با من بگورانه تنبور، کز آوازم دم نغنوده باشند. صدای جان پزمان مرا کاش، عروسان اول بشنوده باشند. روایت میکنند که محمود باز این طور گفته است: چو بنوازم سری کهسار گردون سای گردد پست. تو را اما چسان بر وجد آرم دلبرم مریم. چو تنبورم نوا سازد براید مار هم در رقص. تو را اما چسان در وجد آرم گهورم مریم. میخواهد بدانید که سرود کوهستان از کجا پیدا شده است؟ آرزوی خلق آن را آورید، کس نداند هیچ آغاز ورا. او ز خون گرم جوشیده چنین، دل فراهم کرد شیوای و رسا. ز آسمانی پر ستاره آمده، یا ز آولهای داغستانی ما. تا من و تو بشنویم آن را بدان، عصرها بشنیده اجدادان ما. سرودها آبشارانی کهساران، سرودها پیکانی تند پای، قاصدان عرصه کارزار. سرودها شناسان و دوستانی که ناگهان مهمان می شوند. بعد از تنبور چون گور چغانه نی، کمانچه سرنی تبلک. گمان دهل گیرید، تغاره یا طبقچه میس گیرید. کف را به کف زنید، پای بر زمین زنید. به صدای شمشیر زنی گوش دهید، به صدای سنجه‌ای که سوی تیریزه محبوبه می پرد گوش دهید. سرودهای ما را سرایید و گوش کنید. سرودهای ما قاصدان غمند و شادی، آنها نشان شرف و شجاعت، دلیل اندیشه و رفتارند. 3 سرود است آدمی را دلپسند، شرح شادی و غم خود داندش. اولی شیواتر از هر 3 سرود، در سری گهواره مادر خواندنش. دومی آن هم سرودی مادران، بر رخی بیخون سردش برده دست، خواندنش در روی تابوت پسر. سیومی کلی سرودی دیگر است. جوانان را دلیر و دانا می سازند، پیران دانشمند را برنا. آنها سواره را وادار می سازند تا از اسب فرو آمده همه تن گوش شود. پیاده را مجبور می کنند تا پریده بالای زین نشیند و پرندوار پرواز بکند. آنها آدمی مست را هوشیار می کنند و آگاه می سازند تا از تقدیر خود اندیشه راند. آدمی هوشیار را بیباک و تو گویی مست می کنند. در دنیا چه سرودهایی نیستند. مرد کوهستانی را به سری دسترخوان شینانده، به شاه جام بوزه‌ای پرکفک را ریخته دهید و خواهش بکنید که سرود بخواند. وی میخواند، وی تا پگاه خوان گوید میخواند. اما خوبتر التماسش کنید و فرمایید که چی خواند. در باب محبت هم برایتان میخواند. ای دی دللی، محبت هم چو خون و لال احمر. محبت از فریب و شب سیه تر. چو کاکلبند دخترها سفید است، به مانند کفن حق سفید است. ز یخ نیلی کبود از آسمان است، چو اختر از جهان نوریان است. ببارد برف و خشقد آب، اما گل عشق و محبت بی خزان است. زیباتر از همه در عالم چیست؟ بنفشه کهسار. زیباتر از بنفشه کهسار چیست؟ محبت. رفشنتر از همه در عالم چیست؟ طلوع خورشید در کهسار. رفشنتر از طلوع خورشید چیست؟ محبت. ای دی دللی، برایتان باز چی سرود خوانم. سرودی عاشقان را، عاشقانی را که از عشق هلاک گشتند. رومیو و جولیت، طاهر و زهرا، تریستان و ایزالده. مگر چنین عاشقان در داغستان ما هم کم بودند؟
در کشور ما بسا عاشقانی بودن ناکام، آنها با آرزوی خود نرسیده، به لب نرسانیده، دست به گردن همدیگر نانداخته از جهان رفتند. بس جوانان را جنگ به کام خود برد، اما بسیارشان را محبت برد. آنها در آتش عشق می سوختند، خود را از نوع شاخه‌های بلند هوا می دادند، به دریاهای پرتلاطم انداخته غرق می شدند. چونین بود دختر ازینی و چونین بود جوان از کموخ. چونین از قصه آنها، قصه محبت آنها. به شما پایان قصه آنها را که تمام داغستان می داند حکایت می کنم. جوان کموخی به اول ازینی رفت که محبوبه خود را ببیند، اما هیچ نکی محبوبش براید. جوان 4 شب و 4 روز چشم انتظاری دوخت. روزی پنجم به اسب سوار شده راه خانه را پیش گرفتن خواست. پایان نگریست، خشک زمین دید و خلاص. بالا نگریست، آسمان است و کبود. پس این همه باران ز کجا می بارد؟ کی برقعی نوجوان سراسرتر شد. در گوشه بام دلبرش مسعوده، از دیده سریش گریزد او چون باران. در یادی تو 4 روز و شب خون خوردم، آیا ز چه رو شدی تو از من پنهان؟ بشنیده صدای نعل اسبت از دور، از پشت 4 قلعه و 4 دره. کردن مرا نهان برادرهایم، این گونه گذشت 4 شب بی اثره. امروز صدای نعل اسبت از دور، بشنیده دلم تپید در سینه تنگ. پس 4 دری قلعه شکستم، دانی که اینقدر به دیدار تو کردم آهنگ. خواهند مرا چو مال خود بفروشند، بازار ببین و نرخ و سودای و تلاش. خواهی نفروشند بنایار اغیار، زین را بکن از اسب فرا با من باش. اما جوانی کمخی اکنون اینجا ماندن نخواست. اسب را زین کرده ام چون بازگیرم زینی او. دوستان عیبم کنن آنجا بیایم با چه رو. بس که سالاری دهم کرد آرزو راه سفید، چون توانم پیشی او آیم ملول و ناامید. می روم اما دلم را پیش تو خواهم گذاشت. دادرانم می درندش همچو زاغ لاشخار. چشم خود را می گذارم بهر تو چون یادگار. دادرانم می کنندش همچو انگور و انار. گر تو ترکی من بگویی و بگردی ره سپار، از میانی آولی ما می گذر آهسته تر. از لجامی اسب خود گیر و سوار آن مشو، چون از آول بگذری بار بسوی من نگر. تر علف ده بهر اسبت چون ز صحرا بگذری، آب یخ ده هرگه از روی دریا بگذری. شب درآید زیر برقع خواب کن آسوده دل، چون شوی بیدار یاد کن که او یاری من است. هرگه باران ببارد دان که اشکی من بود، هر کجای برف بارد دان که تیمار من است. جوان مرخوری کمخی اسب را 3 قمچین زد، 3 بار به قفا نگشت و اول را تر گفت و رفت. از بین 3 هفته گذشت، کوهستان را برف پوشانید. مسعوده بیچاره به آدم دلناخواه رسیدن نخواسته خود را از نوک شخ هوا داد. همان شب پیش از مرگ پدر و برادرانش مسعوده سرکش را به کوچه برای برف و باران پیش کرده بردند. آن شب مسعوده چنین سرود خوانده بود: بگذار به یک خانه 100 دختری نورس باد، تا زود به شو بدهد یک یک پدر آنها را. تا شادی کند در توی، تا رقص کند از شوق، از دولتشان ماند زیر غرمی طلا. بگذار برادرها گیرند زنی دارا، یک عمر زیند آنها تا با زنی ناهمدل. تا جای لبی شیرین بوسن طلاشان را. بگذار شود نقره هر برف که می بارد. بگذار بدل گردد در نقره زن هر باب، هر آب که در جوی بار از کو همی شارد. برف آمد و برف آمد ای عاشق من دانی، دریاب برای خود تو گرم شبستانه. ای عاشق من دانی رها همه یخبندند، واپس منگر هرگز بر پیش نگر الان.
جوان ناله های واپسین مسعوده خود را شنید مگر؟ یا دلش گواهی داد که از کمخ سوار اسب عرقش را رسیده آمد؟ حادثه پراندوه را فهمید. لجام بر یال اسب پرتافت و اسب را سر داد. کمربند خود را کشاده یراق را پرداخت. یراق را بر سنگ زده شکست. به پدر و برادران عروسی هلاگشته خود رو آورده گفت نمیخواهم که آرامیش رود بر کویتان برباد. نمیخواهم که بر قصد شما سیقل دهم خنجر. نه با سرب و نه با پولاد گیرم قصدتان، اما به من یک بار بنماید ماه روی آن دلبر. فقط یک بار میخواهم برای او نگه سازم، به پیستان مثالی آج و هم آن پیکری مرمر. پدر برداشت پرده از رخی زیبا عروس، اما پریده رنگ از داماد و به حال و خراب افتاد. گریبانی عروسش را کشاد و دید پیستانش. نخست از خیشتن رفت و سپس یک بارگی جان داد. قسمت آنها یک شد، فقط تنهاشون از هم جدا. آنها را چی باید کرد؟ شیخل آنها را به خاک باید سپارید. بهر این کار مشورت آراستند. از تمام داغستان دانشمندان جمع آمدند و دیوان عموم به مصلحت پرداخت. پیامبران عشق سخن گفتند. پیر شد عشق مان خون از جوش، و چسان عشقی پایداری بود. دو تن و عشق کردشان همتن، دو حیاتی که یک اجل بر بود. گور کاوید هر دو را یک جا، آنچنان گور تا نباشد تنگ. زندگی گردم جداشان کرد، مرگشان کرد جاودان پیوند. در یک برقه بپوچانیم، سر یک تپه بگورانیم. بعد یک سنگ را برای گور یادگاری به هر دوشان مانیم. هرچی گفتن همان کردند. در پهلوی سنگ مزارشان گلی روی گلی سرخ، برگهای آن گل در برف تراوت گم نمی کردند. برف برای گل رسیدن همان آب می شد. این گل مثل آتش بود. از پایان مزار چشمه دمید، مردم از آب آن چشمه می خورند. در دو پهلوی مزار دو بیخ درخت هم رویید. چون این درختانی زیبا حتی در افسانه ها نیستند. باد سردی وزد، شاخهای این درختان از هم جدا می شوند. بادی گرماندر می وزد، باز یک جا می شوند. تو گویی دو دل باخته، جوانی کمخی و دختری ازینگی همدیگر را به کنار می گیرند. من با سرودی علی را هم می خوانم، اما این سرود خیلی دراز است. بنابراین اجازه دید که این سرود را هم مثل سرودی اوله گاه سرایم و گاه با سخنان خود حکایت بکنم. در اول نام جوان بود. وی زوجه جوانی صاحب جمال داشت. مادرش هم بود. جوان برای چرانیدن گوسفندان مدت‌های زیاد به کوهساران می رفت. باری به نزد علی شخصی رفته از نام مادر او گفت که گوسفندانش را ماند و زود به خانه برگردد. دل علی خواطر شد مبادا یگان حادثه روی داده باشد. وی چرا به مادرش لازم شده است؟ اگر فلاکت سر زده باشد از زوجه جوان سر نزده از کی می شد؟ علی از قاصد سوال کرد، اما وی خاموش بود. علی اصرار کرد، به خشم آمد، به خنجر تهدید نمود. سپس آن شخص با او چنین نقل کرد: زوجه داری بسا زیبا علی، شام آرام و همه خوابیدن. پس بگو بهر خدا بار علی، شب چرا تیریزه ها لرزیدن. زوجه داری بسا زیبا علی، برف پوشیده زمین را سر به سر. پس بگو بهر خدا در برف ره، نقش پا ماند از کدامین ره گذر. باد نگشاید در و تیریزه را، زوجت بگشاید آن را روز و شب. هدیه تو یاره و انگشتری، او با دستی خود نگیرد ای عجب. علی البته به اول شتابید. به نزد مادرش ندر آمده، راست به نزد زوجه جوانی صاحب جمالش رفت. زوجه خواست از تن شوهر برقه را کشد، پاپاخ را گیرد، بوسه پیش آرد. خواست که او دم گیرد و خستگی راه براید. پیرهن برکش کنم از بوزه مست، هست اندر خانمان نان و پنیر. برقم در کتف کی به ایزنی من، کرده ای اندازه گوی ای نااصیل. خواجه هم پاپاخ را از سر بگیر، پهلوان من جوان مرد و دلیر. من که چوپانی بودم با بوزد، مست بین مودی کی را ای نااصیل. علی خنجر کشید و زوجهش را 2 زخم زد. شادمان باش ای بهادر ای علی،
زنده و آباد باشی سالیان. لیک سوی من نگر با چشم مهر، چون به خونم غرقه کردی الامان. حافظت بادا خدای آسمان، هم نصیبت باد هر احسان او. گیر روی دست خود بار مرا، برای رخت آزارم مجو. میبرم اما اگر گویی تو راست، روبرو با من همه اسرار خود. هده من یاور و انگشتری، نیست اندر دستی تو آیا چی شد؟ ای بهادر باز کن صندوق را، یاره و انگشتری آنجا بجوی. دایم اگر نیستی هم بسترم، چیست سود از زیب و زینت خود بگوی. علی به نزد مادر دوید، تو مرا چی فریاد کردی، چی گپ شد؟ زوجت پزبانی تو شده است، فرزندانت یاد کردند. غیر از این گفتم گوشتی گوسفندی تازه می آری، کیها باز نخورده ایم. علی مشت بر سر زد و سوی زوجش دوید. خیره شد چشم نور از او رفت، دستا سرد بی نفس سینه. اشک ریزد علی ولی زنش افسوس، نیست زنده باسان پیشینه. بار سیم کشی تیغ علی، نیشی آن تیغ بود خونالود. تیغ خونین به سینه خود خست، پهلوی همسرش فتاد و مرد. پایان قصه چنین شد هر دو را در یک جا دفن کردند. در نزد گورشان دو بخنهال روید. خیر باز چی سرودی بخوانم؟ بلکه سرودی کمالیل بشیر را خوانم. کمالیل بشیر کی بود؟ گفتن ممکن که دان ژوئنی داغستانی ما بود. میگویند که آب خورد آب در گلویش می نمود. پوستش همین خیلی نفیس و لطیف بود. به همان گلوی نازک پدرش کارد ماند. برای چی؟ برای اون که به حد زیبا بود. خیر کمالیل بشیر مرد و رفت، اما سرودی عشق و محبت را مثل پیشینه می سرایند. طفل هنوز در گهواره است و سرودی محبت بر بالای سرش صدا می دهد. من همان بازی عادی خلقمان را بار دیگر باید به خاطر آرم. این بازی را ما بکد رقعین بنامیم. این بازی ما مسابقه است در نازک بیانی، شیرین گفتاری و حاضر جوابی. این بازی را در هر یک اول داغستان می دانند. در شب‌های دراز زمستان در خانه یکی از هم‌مولان جوانان و دختران جمع می شوند. آنها عرقخوری، کرتبازی، پیست شکنی، گپ‌های پست و بلندگویی نمی کنند، بلکه شعر می خوانند، بیت برک می کنند. این شغل زیبا نیست مگر؟ چوبکی پیدا می شود، چوبک در دست دختر، دختر چوبک را به جوانی رسانیده این سرود را می خواند. چوبک بگیر از دست من ای از همه زیبای ما، خوش کن عروسی را به خود کو از همه زیباتر است. جوان دختری را خوش می کند و آن دختر به کرسی می نشیند. میانی آنها بدیهه گویی آغاز می یابد. ای نازنین، ای نازنین، بار بگو نام تو چیست؟ ای نازنین، ای نازنین، بابای و دادای تو کیست؟ همه کف می کوبند و می سرایند ای دی دللی. من نام خود را گفتم با دیگر نه بهر تو، دل دادم دل دادم با دیگر نه بهر تو. همه کف می کوبند و می سرایند ای دی دللی. دخترک از کرسی برخاسته به چوبک جوانی را انتخاب می کند و جوان آمده به جای دختر می نشیند. جفتی نوی جوانان بدیهی نو آغاز می کنند. دختر کوهسار مانده زیر برف، پیراهه ها پنهان شده، این بره زرینمو از گشنگی حیران شده. جوان برف آب گردد در بهار، جاری بگردد نقروار، در سینه تو میچرد آن برچک بیقرار. ای دی لللی. جفتی نو می براید. دختر اژدر نهان در پیش چاهی که یخبندان شده، بزغاله تشنه مانده لیک از اژدها ترسان شده. جوان از اژدهای و چاه یخ ما را کجا ترسانی تو؟ بزغاله خواهد آب خورد از چشمه چشمان تو. ای دی دللی. جفتی نو می براید. جوان اندر دره خشمیدمه یخپوش گشت رودها، خواهش بگیرم من تو را هم خانه سازم بر هوا. دختر رو از ابوالهای دیگر، خوش کن عروسی خیش را، نتوانی کبک آوری بر لانه مرغی سما. ای دی دللی. همه کف میکوبند، خنده و شادی میکنند. شبهای دراز زمستان به همین منوال میگذرند. ترانه های عشقی داغستان. تا جوان دختر را التجا میکرد که زوجی او شود، دیگران آن دختر را بی تکلفانه ربودند. تا خواستگاران به دری دختر با ادبانه حمله میزدند که دیگران از تیریزه در آمدند.
عصرها می‌گذرند اما سرود و ترانه ها همان زنده‌اند. آنها را سرایندگان می‌آفرند ولی آنها نیز سرایندگان را می‌آفرند. آیا توی بی سرود می‌شود؟ آیا روز بی سرود می‌گذرد؟ آیا انسان بی سرود زندگی می‌کند؟ در جای ما می‌گویند جایی کسی که سرود نمی‌داند خانه عاقل است. باز می‌گویند که اگر آدم قوی هیکل باشد و از عشق غافل، در بزرگی به نیم عاشق برابر نیست. درباره محمود چنین نقل می‌کنند: در وقت جنگ یکم جهان وی همراه پولک سواری داغستان در فرانت کرپات بوده است. در همانجا سرودی مشهور خود مریم را نوشته است و همیراقانش آن سرود را در راحت باشا می سرودند. قصه پیدایش سرود مذکور چنین است: در یک نبرد شدید قشون‌های روس افسرگی‌ها را از دهه رانده آن دهه را به دست درآوردند. محمود دشمن را تعقیب کنان از نزد کلیسا برآمد. از در کلیسا یک افسرگی ترس خورده دویده برآمد، اما کوهستانی بدخشم را در بالای اسب دیده باز به درون کلیسا زده درآمد. چند روز پیش از این برادری محمود هلاک گردیده بود. بنابراین محمود تشنه انتقام بود. او اندیشه زیادی نکرده از اسب فرآمد و خنجر کشیده از پس افسرگی دوید تا او را دست گیرد و پاره پاره سازد. ولی محمود به کلیسا زده در آمدن همان در جای خود شخص شد. در رو بروی خود افسرگی را دید که به زانو افتاده به شمائل بیبی مریم عبادت می کند. در داغستان به سری کسی که به زانو افتاده است دست نمی بردارند، علاوه خصوص به سری شخصی که عبادت می کند. غیر از این محمود به حسن و لطافت زنی که افسرگی به صورت وی عبادت می کرد مفتون گشته بود. محمود ناگاه در پیش نظر محبوبه خود مویی را دید. نگاه چشمان غمگین، سیما و صورت حزین و لباس دلنشین او را دید. خنجر از دستش افتاد. معلوم نیست که سپس در این بابت افسرگی چگونه روایت کرده است، ولی آن دم کوهستانی خشم آلوده نیز در پهلوی افسرگی به زانو افتاده ناکرده کارانه به پیشانی و کتفان و سری سینه انگوش زده مثل نصرانیان عبادت کردن گرفت. محمود از غیب زدن افسرگی بیخبر ماند. او به خود آمده شعری مشهورش مریم یعنی شعری بخشیده به مریه را نوشت و در وصف مریه شعر انشا میکرد و در خیالش مویی بود. در وصف مویی شعر انشا میکرد و در خیالش مریه بود. پس از آن روز محمود فقط سرودی محبت را میپسندید. سرودهای دیگر بدیل او راه نمیافتند. در بین سخنرانیان داغستان هنوز کسی پیدا نشده بود که در بلندی احساسات و عمیقی سرود به درجه او رسیده باشد. وی پی نمی برد که شعر می نویسد، با شعر سخن می گوید. پی نمی برد که سخن نمی گوید بلکه می سراید، گویا که به جای او کسی سخن می گفت و سرود می خواند. تمامی برار ایجادیش را به مویی و عشق او نسبت می داد. اگر دوستش با وی از مویی نی و از کسی یا چیزی دیگری سخن می راند، محمود به گفتهای او اعتبار نمی داد. پدرم درباره وی چون حکایت می کرد: به نزد محمود بسیار آدمان می آمدگی شدند. فقط دلباختگان می آمدند. آنها تأثیر سخن او را درک نمودند و می خواستند که او برایشان شعری نوشته دهد. همان می آمد که نخستین بار به دختر عاشق شده است و نمی داند چه خیل اظهار محبت بکند. همان می آمد که محبوبش با کسی دیگر خانه‌دار شده است و نمی داند با غم فراق چه چاره بکند. همان می آمد که بیوزین را دوست داشته است اما وی به شوهری از عالم رفته خود صداقت دارد و مرد نمی داند دل او را چیسان گرم سازد. آنهایی می آمدند که دلداده هایشان در حقشان خیانت کردند. آنهایی می آمدند که دلشان در آتش عشق ناکام می سوزد. آنهایی می آمدند که در پیچ و تاب عشق خود رهگم زده اند. آنهایی می آمدند که با محبوبه خود قهری گشتند. عاشقان می آمدند که از هم جدا گشتند. چه قدری که آدم باشد همان قدر دل داده، چه قدری که دل داده باشد همان قدر عشق و محبتی گوناگون. دو عشقی یک خیله نمی شود. محمود موافق هر یک مورد شعر می گفت. عاشقان به وسیله یکدیگر می رسیدند. قهریان آشتی می شدند. دیدی بیوزنی غمگین و جدی سیما نرم می گشت. نوجوان جسارت پیدا می کرد. خیانت کردگان خجیل می شدند. فریب خوردگان گذشت می کردند. باری از محمود پرسیدند: تو شعرهای بر روح آدمان گوناگون موافق را چه خیل می نویسی؟ غم و شادی همی آدمان در دل یک آدم می تواند بغنجد. مگر من در حق آنها شعر می گویم؟
در وصف محبت آنها از درد عشق آنها شعر میگویم؟ نه، من در حق خودم شعر میگویم. پسری گولخهی بینوا بودم. در جوانی به مویی نام دخترکی از اولی بهتلی عاشق شدم. شنوندگان عزیز، یادرس می شویم که شما گفتارمان را از سلسله خوانشی بدیعی از روی اثر نویسنده داغستانی رسول غمزتوف داغستانی من در قرائت عبدالجلیل امان شنیدید. کارگردان موجیگول یوسفوف. پایان گفتار 38.